فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سلام آقا. که ساله آقا دو تا سوال داشتم. یکی اینکه آدم از خودش متنفر باشه، آیا این گناه است یا نه؟ سوالشون که گفته بودند که آیا انسان جایز هست از خودش متنفر باشه؟ اگر بدین معنی هست که از زندگی خودش راضی نیست، آرزو میکند که کاش که به دنیا نمی آمدند، از زندگانی خودش راضی نیست و از تقدیر الله متعال راضی نباشه، که چنین چیزی حرام هست. انسان باید به تقدیر الله متعال راضی و خوشنود باشه. اما احیانا اتفاق میافتد که انسان به خاطر عمل ناشایستی که انجام داده، به خاطر گناهی که مرتکب شده یا به خاطر نماز و عبادتی که از دست رفته ناراحت هست و از خودش متنفر می شود. این اشکال شرعی نداره، بلکه این سبب توبه و استغفار خواهد بود. پشیمانی از گناه است. به معنی پشیمانی از گناه هست، ناراحت هست که چرا من در واقع چنین کوتاهی رو انجام دادم. این مورد جایز هست. اما اگر به خاطر ناراضگی از تقدیر الله متعال باشه، چنین چیزی جایز نیست.